با بسم الله الرحمن الرحیم آغازگر میشم. ثانیاً سلام و وقت بخیر دارم خدمت همتان. آرزومند هستم ان شاء الله صحت کامل برخوردار باشین. دوستان امروز موضوع که میخوام همراه شما به اشتراک بگذارم این است که ما شما چگونه میتونیم از یک ویدیو به عنوان والپیپرز یا پس زمینه دسکتاپ کامپیوتر استفاده کنیم. اگر در صورتی که میخوایم پس ویدیو را تا آخر بیننده باشید. خب دوستا بازم دوباره خوش آمدین. اگر در صورتی که شما میخواین از آخرین موارد و جزئیاتی که در چینل یوتیوب و همچنان صفحه فیسبوک ما برای شما اپلود میکنیم و به اشتراک میگذاریم با خبر شیم، پس سابسکرایب نمودن چینل یوتیوب و همچنان لایک نمودن پیج فیسبوک ما فراموشتان نشود. خب دوستا در صورتی که اگر ما شما بخوایم از یک ویدیو یا فایل MP4 به عنوان روی دسکتاپ کامپیوتر ما یا پس زمینه کامپیوتر ما استفاده کنیم، چطور این کارا میکنیم؟ ما شما یک اپلیکیشن را نیاز داریم به نام دسکتاپ هید اپ. درست است که اینا را شما در مورد دانلودش تفکر نکنیم، چون که تمام مواردی که بر شما کار میکنیم در چینل تلگرام براتون اپلود میکنیم که از این قسمت شما میتونین اونا را اقدام به دانلودش بکنین. درست دوستا، این به شکل کمپرس کردگی یا وینرر میباشه. ما شما در قدم نخستی را باید چی بکنیم؟ از شکل پشوردهش خارج بسازیم، بالاش رایت کلیک میکنیم، بعد شما اینجا چی برش داریم؟ اکسترکت فایلز برش میگیم. بعد از ما شما این برش گفتیم این قسمت موقعش تعیین میکنین، میگیم روی دسکتاپ کامپیوتر باشه، بعد شما اوکی و اینجا از پسورد از شما تقاضا میکنه که پسورد شما دوستا اپتیچ اد 143 بعد شما اوکی میکنیم. درست دوستا، با مجردی که ما شما این را اکسترکت میکنیم در خود فایل برای ما شما ایجاد میشه که از این ما شما میتونیم چی بکنیم؟ استفاده بکنیم. بعدا شما خود فولدر رو باز بکنین، یا دبل کلیک بالاش میکنین یا بالاش رایت کلیک کرده. درسته دوستا، و اوپن بش میگیم. بعد از اوپن ما شما گفتیم این قسمت همو فولدر یا ساب فولدر برای ما شما ایجاد شده، دوباره باز میکنیم. شوی قسمت ما شما دسکتاپ هید چی میکنیم؟ رایت کلیک میکنیم. بعد شما از این قسمت رن از ادمنستریتور برش میگیم. بعد از ما شما ما باشه